چرا آمریکا یه بمب اتم نمیندازه روی ایران و برنده جنگ بشه؟ فرض کنیم آمریکا تصمیم بگیره این کارو بکنه، اما یا ایران با این کار شکست میخوره یا یه بار برای همیشه این موضوع رو از نظر استراتژیک کالبد شکافی کنه. یک معمای جغرافیا. ایران جزو 20 کشور پهناور دنیاست و با این حجم از پراکندگی پایگاه‌های نظامی و شهرهای موشکی زیرزمینی در سراسر کشور، دشمن اصلا کجا رو میخواد بزنه؟ واقعیت اینه که حتی بمباران اتمی هم نمیتونه ماشین جنگی و موشکی ایران رو فلج کنه. دومینوی وحشت. اگه سد استفاده از سلاح هسته‌ای شکسته بشه، فردا صبح 200 کشور دیگه تو دنیا برای حفاظت از خودشون سراغ ساخت بمب اتمی. بعدش کنترل کل جهان از دست همه خارج میشه و دیگه بحث ایران نیست و بحث کره زمین و جهان هستی انسانه. 3. پاسخ متقابل. استراتژی ایران کاملا روشنه. در هر سطحی حمله کنید در همون سطح میخورید. هرچند ایران تا الان بمب اتم نداره، ولی ممکنه در صورت استفاده دشمن و فتوای جدید رهبری ایران خودش بمب اتم داشته باشه یا حتی از قدرت‌هایی مثل چین، روسیه، پاکستان یا کره شمالی بگیره و علیه مناطق نظامی آمریکا استفاده کنه. اتفاقی که ریسک حمله هسته‌ای رو برای دشمن بی‌نهایت می‌کنه. نتیجه تاریخ نشون داده که آمریکا از هیچ سطح از جنایت، کشتار و ویرانی ابایی نداره. اما اینجا پای اخلاق در میون نیست، پای یک بنبست غیر قابل پیش بینی و حل نشده در میونه. بنبستی که توی اون بمب اتم هر چیزی که باشه قطعاً کلید شکست ایران نیست.